کاکا وجود داشت بیابانی که شما زندگی میکنید این فرق میکنه اینجا خوب دست سرسبز که داره آه دیگه که فرق میکنه اینجا خود زمین تا آسمان فرق نه کاکا من اینجا به گیلم شما میگی برای بس کاکا گیلک بیا بس کاکا بیا بگم تا به کی دیگه تا پیشو میجی تا کی میجی ای پیلا برنجا شکار میشه ما در بدر کردی تو رنج کردی تو لاف کنم هرچی که تو میبینی از این کوچه خو میزنی از این کوچه خو از این کوچه میزنی عباسیان سلام علیکم اونده نباشیم بلا عباسیان سلام علیکم الده کوکو چی گفت طرف میگم ماما همون نفر که دختر خو به تو داده همون زنی که تو آدم کلاوردا است دختر خو به تو داده نمیفهمیده و ماما گپ زدن خودم بله ماما چی گپ ماما طرف اسلام به خودی از اینه نه دومات ما تاجر کوچه پاره کردم به خاطر که پولا خور نکنم از اینا کنم این امی مجلس که پارسال بیداگ مشون کی پره رو مجلسی بیداگ زمین که ماما این برای داده بیده این میگه قوم چی به خود خبر انجام بردی و شکم خو کردی ولی قوم خیش پیش میندازی ماما جو بعد ایلا با ما دیگه اصلا همون انا به تو بگفتم اگه اصلا بخوام میان درس روش ما میکنم میفروشم من اصلا مزید بیشتر خراب نکن معرفی کنم برادر عزیز گلم معرفی میکنیم ما چی کار دارم طرف حساب کاکا خوشحال منم کیه خوشحال منم گپ زدن خوب خصوصا از ماما گپ زدن خوب عباسیان مثل تنبلت نبود که معذرت ماما ببخشید اول من میزنی با اینجا می هر راست میگم ماما شما مثلا ندیدین که این آدم کلاورداریه از این منطقه از هر کی کلاوردار تو نمیتونی که میگی که کلاوردار نداشتی بگم حالا بیاب کنم چه خسور تو کجا بیاب کردی ماما دختر خود نمیدادیم به زیاده این کلاورداریه زندگی دختر خود خراب نکنین دختر خود بدبخت کردین شما مثلا ندیده بودیم قوم خیش خانوادی از اینا بابا تو اصلا یاد میکنم گیلا با خدا قسم اصلا بخرام اینجا که خسورت اینجا گستاده که بله تو میزنه گیلا گانه برو بعد چیه ماما عباسشانه کنه عباسشانه چکاره گیلک راست میگه بیا پلاز از جایی پیدا بده برو گیلا که خدا بیا کاکا بگیریم کاکا خوشو میام درس روش میکنم بری نگاه عباسیان بده نکنی چند نمیده بده ما پولای شما بده چند نمیده 4,500 15 من بریم چرا 300 ندادم پول یک ماه کبا دادم به ایمونه بده 4,200 بده خوری برا بده ما شما پولای بده زد تو ما ما بده پولای بده چی میگم روز میری یا نه تو آروم خوری اگه آروم خوری نباشه 300 تو لاف کنه کی آرام خوره چه کار کی آرام خوره که بخواد اینو یک طرفه میکنم ما 300 به ایمونه دادم من 300 بیانه دادم پول نیم من یک ماه یا پول پیدا بده سیکو امروز چند شنبه امروز چند شنبه امروز دوشنبه دوشنبه چه جوری از من مورد شو جمعنی ما خیلی برای از یاد آماده گفت از ما بستو میلک برو پلاز از میکنی پیدا کن بابا بتا غلا یک گیر کنه سر کدن دولت المیدان الاف کنه کوکا بگیری تو ما بتا غلا کی باشی دیگه که بس کار چیزی نگو که گفتن شو جمع میدم دیگه کوکا بگیری بری شو جمع میدم بسو قیافه فقط گنبد خونی مال خسوخ قیافه تو فقط میگی برو گیلک برو که تو سنگ بزن برو هزار جمی که من در نماشون میام در سرا شما کوکا بگیری کوکا نماشون نه لالا میگه شو جمع بیا به در سرا بله ما بله شما نه خیلی دومات خمای پول کار بده خب گفتم شو جمع میدم شو جمع میدم بابا استم که شو جمعش که ما پول خو نخ کنم از زیاده بیاقلی بیت کوکا خوشوری دروغ میگه خور به خان من داف شما قبول کرده صبر که قسمت تک تو چه کاره میجیا دیگه بگیر به نمیفتکی چه کاره لالا چی چه کاره ماما چی چه کاره چی چی چه کاره ماما جان ما عباس کاپیش ما قرض نبردم ما چه کلاورداری کردم مجبورم دیکون خورم یلا کن 17.5 ساعت روپیه بیام در دیکون ما گاز ببرده الان پیش ما هر جا کی میبینم پیش من میجه در سرم که میرم مدار قال مقال برام اندازه که مال نداریم از کجا بیای ما چه کار کنم دیگه دست دینا کوچه به کوچه از پیش ما خور چاپ میده او دیگه بعد ندارم اگه میدیش تا میداد تو من ایرونم که من نمیفهمم کی استادم بیعقلی بوده که خودی از اینا بهش تکلیفی کرده هم گپ میزنم میگم من نامزاددار شدم هم گپ میزنم میگم من نامزاددار شدم کوکو دیگه گپ زدن خوب بفهم چرا کاکا شما بعد شما زدن خوب بفهم که تو چی میگی تو دومات منه دومات شما نه بله شما که بعد شما می حساب بدین چیکاره که حساب بدین قرض بدین که خلاص شد ولی میجا پیش شما ها دیگه اینا همیتا کلاوردار هستن که تمام تعمیدی به هیچ دیکون اینا رام نکردم از هر کس کلاور بازستم بجستم برات رات کار اگه گم شد نمیتونه توانه خب بدی منی به پیش شما استادیوم حساب بدین خلاص ولی ندارم میدیش میدادن دیگه حالا کمر بدی چه کنیم پیش شما بجست کوکو دیگه برو جان نوری چش نمیچه جانو برو ما پیلاتور ما میدم
دیگه چی میگی؟ شما البته نمیشناختین دختر کو بزی دادین. اگه میشناختین که خودی از گفتم چی گپ زدن نمی‌کردین. خدا فهمید. چی گپ زدن خب فهمم ما که قرض خورماست باشه ملامتی. تو قرض جو میگه کلمه سرخ میری کاکا. مجبوری وقتی که ببری شما بگون که شما خان نجور بگیری پول امر بده ما هم قرض دارم آخه من کمیرم از شرکت گاز برمیدارم پول مرتکه خب پول کو نقمه او که با ما مفت به قرض نمیده ولی من مجبورم که شما جمع کنم میرم لالا وقتی دیگه بیا پولا خور گل دست از خوبی چرا به هفته دیگه کاکا ما که خیرات نمون که به هفته دیگه من میدونم من نمون به هفته دیگه من حق خورمم شما که دل شما درد کرده بده حسابی گفتم میدونم به هفته دیگه نمون به هفته دیگه من گیر میکنم صبر بکنید چه کار میکنی گیر کنی؟ بس که گیر کردم پولا خو سکن نه چه کار میکنی؟ چی رقم هست که خودم این کوچه رو میری اگر قصدار پیش مردم میجه این چی رقمه؟ چی اول و سرزی؟ اون مرتبه چورینی من در پولو برنجا خوگو این 17 سا پولو بازو خوگو این چی رقم کلا داریم به این رقم میشه؟ بیلا ایم به خیالم بیا و مفتزه شدم پیش از این خسور من انال بزی ای بگه ایم کلام رو برداشتم چی میتونم برام بگم بیلا کاش من میگم چه کاره صبر کو بله رمضان صبر کو چی؟ تو بشای میپلیدم به روز به دست میمیدی چی؟ کجا بدی بله کجا بدی یه چه من جگه نفره جنگ کده بینم من برسنگی من گیروی کنم یک بار چه شده 13.5 ساعت چه نمیاری بله 13.5 در ساعت دهنم بند باشه که میارم من چرا به دکون حاله نمیاری بله چرا به راست سودا نمیاری نه نمیگه از این مسیر نرو ارزو مثل نرو پول مایم از تو نه نمیگفته میگم یک چیز دیگه چرا دامه که به درس را میام برات پولا خو مادر تو غیر از اینکه بگن نداریم چه کار و فلان و مار بیا با مفتزه که ها دیگه از منیه چی هست پنسیدی پنسیدی از منیه دادی من همه که دختای برم چیز بود اصلا مدر سر کنه گفت پنسدی نه خب این پنسدی ما نه باید پولا دختای داده من که میرم خدا از پولا قبر کن ببو تو باشه مگردی بدی گوشی هم فعاله ها 500 روپیه نقد دادی 8.5 ساعت دیگه قرض داری هر دم 8.5 ساعت دیدی گوشی تو از کام رتای پک کن بیخی نمیبینه که ایفون پومزه از کامه برو دیگه تو دوباره به درد دکونم لبینم پولا رو ازم یه 8.5 ساعت بر بده همسایه داری دقیفتری میتونه همسایه داری امینه که راه خور بگیره از دیگه کوچی بابا بری پولا رختا داده من اینا من میگم پولا رختم مادر تو باشه دمه که بیا بدی به شکم خو کردی و سودا به خونه خو بردی چی بود از کام پشک نشه از کام پک کن بیلا راست میگم متعزی از کدن سیاسفید هم هسته خوب پخش نمیشه از کام پک کنی از کام بنانی خونشون ندی بغل میگی خسور من لیلا نزده باشه